در سبقت‌های بزکشی اسب منصبداران و شخصان نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان نیز شرکت می‌کنند. باشکو و شاهین لقب دو اسب انوشیروان پسر رستم امامعلی و نبیره امامعلی رحمان در نبردهای چاواندازی امساله بیشتر از دیگران نامبر شدند. سال گذشته دو اسب او با نام‌های آرزو و اسپارتاک نیز شرکت می‌کردند. در سبقت بزکشی امسال حاجی اکبر چوانداز جوان از شهر حصار اسب‌های نبیره پرزیدنت رحمان را به میدان برآورد. در سبقتی که اول ماه اپریل در پیوند به عید نوروز در ناحیه کوشانیان برگزار شد، اسب‌های نزدیکان پرزیدنت و منصبداران دیگر تاجیک جایزه‌های زیاد گرفتند. شارح بزکشی اعلام داشت که اسب اسماعیل محمد ظاهر نبیره دیگر امامعلی رحمان با لقب رمبو برنده شده به چواندازش همچون تحفه گاو و اشتر و پول دادند. همچنین از اسب‌های طاهر نقشوف پسر امرالدین نقشوف خواهرزاده همسر پرزیدنت امامعلی رحمان و مدیر شرکت استخراج طلای نقش و فتح الله صاحبوف پسر حاجی شریف صاحبوف خدای پرزیدنت نام برده شد. هرچند دارایی منصبداران و نزدیکان امامعلی رحمان معلوم نیست، چواندازها ارزش یک اسب بزکشی را از $50,000 بالا میگویند. یک منبع از مقامات ولایت ختلان گفت که سبقت بزکشی با تشبث اسماعیل محمد ظاهر نبیره امامعلی رحمان گذشت. اسماعیل محمد ظاهر مالک شرکت ایم گروپ سبقت‌های بزکشی را تشکیل و نوارهایشان را پرره در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کند. تماشابینان نام سازمان دهنده سبقت را نمی‌گیرند، ولی آنها را شخصان زور میگویند. منظورشان از زور یعنی صاحبکار و منصبدار. این همین زورا اگر که بلد کنه تمام کنه هر طور همین نوروزی نمیشه. این راننده انتظار انجام سبقت بزکشی است. اسبها را برگردانده به ناحیه یاوان میبرد. میگیرن یخی وقت 2 جا میگیرن 3 جا یخی وقت نمیشه. این راننده از گفتن مالکان اسبها خودداری کرد، ولی چواندازها گفتند که اسب منصبداران را با ماشین‌های مخصوص به سبقت‌ها میبرند. در شبکه‌های اجتماعی زیاد گفته می‌شوند که صاحبان این جانوران آنها را با بادام و پیسته و خوراک‌های مخصوص پرورش می‌کنند. جایزه‌های بزکشی در ناحیه کوشانیان 4 خودروی برقی، 50 اشتر، گاو و پول بود و بیشتری آنها را چواندازهای اسب‌های منصبداران و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت صاحب شدند. در تاجیکستان هر سال از میانه‌های زمستان تا میانه‌های بهار بزکشی تشکیل می‌شود.